навиди бомдодии از رادیو ازودی که امروز 23 اپریل تقدیم شما بینندگان عزیز می شود. امیدوارم روزتون ببرور باشد. ساعت به وقت پراگ رس و 7 صبح و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما برسانم. بعد مرگ یکی از استادان لیسه در شهر دوشنبه بیش از 400 محصل این مؤسسه تعلیمی را به خانه جواب داده گفتند تا دستور بعدی به درسان نیایند. خورشید کریموف معلم تربیت جسمانی در لیسه رقم 1 پایتخت بعد 2 هفته بیماری صبح 22 اپریل فوتیده است. در همین روز بعد اعلان مرگ او درس‌ها را فوراً قطع کرده و به والدین محصلین گفتند که آمده فرزندانشان را برند. یکی از آموزگاران لیسه مذکور که نخواست نامش برده شود به رادیو ازودی گفت خورشید کریموف 2 هفته پیش با علامت‌های بیماری التهاب شش بستری شد و 2 هفته گذشته به درس نمی آمد. این زمان با آموزگاران لیسه گفتند امروز کاری است و می توانند به لیسه بیایند. در تلفنی باوری ریاست تندرستی شهر دوشنبه و ولایت ها اوید به مسئله های کرونا ویروس به رادیو ازودی گفتند که در لیسه هیچ مسئله مایه نگرانی نیست چون در آنجا یگان نفر با بیماری کرونا ویروس گرفتار نشده است. اسام‌الدین بابایف مسئول سرریاست معارف شهر دوشنبه در صحبت با رادیو ازودی گفت درباره مرگ خورشید کریموف باید وزارت تندرستی خلاصه برآورد، اما به قول او حاضر هر نفری که می‌افتد همه فکر می‌کنند کرونا ویروس است یا التهاب شش. یکی از خویشاوندان خورشید کریموف گفته است جسدش را به خویشاوندانش ندادند و در کفن تر شده در محلول خلور دفن کردند. در 2 روز اخیر در مرکز طبی به نام کریم احمدوف بیمارستان مشهور با نام یکم سویتسکی در شهر دوشنبه 4 نفر بر اثر بیماری پنیومونیا یا التهاب شش فوتیدند. وزارت تندرستی شام چهارشنبه با نشر بیانیه گفت از بگاهی 21 اپریل تا 22 اپریل 4 بیمار که سنشان از 60 تا 73 ساله را تشکیل میداد از بیماری التهاب شش جان دادند. فوتیدگان از دوشنبه، ورزاب و نویه رودکی میباشند. در این مرکز به گفته مقامات وزارت 155 نفر بستری هستند و 114 نفر معالجه می شوند و آنها در برابر بیماری التهاب شش، بیماری های دل، فشار بلندی، بیماری گرده و قند دارند. وضع سلامتی 3 بیماری دیگر هم وزنی بوده است. بیبی خانم درویش زاده سخنگوی وزارت تندرستی به رادیو ازودی گفت ما همه آنهایی که پنیومونیا و یا التهاب شش داشتند مبادا کووید نباشد گفته در این بیمارستان برای معالجه بستری کردیم. در پس منظر پنهان شدن کرونا ویروس در کشورهای همسایه برخی ها به فرضیه های رسمی شبهه میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان فوت برخی از ساکنان از بیماری پنیومونیا را به وضع نامساعد هوا در چند روز اخیر ربط داد. این در حالی است که بعضی از کاربران گفته های مقامات را زیر سوال برده میپرسند که چرا در فصل زمستان پنیومونیا زیاد نشد ولی حال و شماره گرفتاران این بیماری افزایش یافته است. این وزارت عین زمان آمار گرفتاری به بیماری ها را در سال 2019 پیشنهاد نمود و گفت گرفتارشوی ساکنان به بیماری‌های صورتی از جمله التهاب شش حالت مقرری و موسمی میباشد. بنا به اطلاع وزارت در سال 2019 در کشور 12802 نفر به پنیومونیا گرفتار بوده، 1031 نفرشان فوتیدند. بنا به گزارش دفتر هماهنگسازی برنامه‌های سازمان ملل در تاجیکستان تا روز 17 اپریل امسال در تاجیکستان هیچ مورد سیریت کووید 19 ثبت نشده است. تا این روز در کشور 2262 آزمایش طبی برای معلوم کردن کرونا ویروس نو انجام شده است ولی همه آنها منفی بودند. سازمان جهانی تندرستی یکی از مؤسسه‌های سازمان ملل ماه مارس امسال با ارسال یک یادداشت به نام عزادالرحمن رهبر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان گفته است از بس که کووید 19 به همه کشورها تهدید میکند خوب است اگر در کشور معیارهای فاصله گیری اجتماعی و کرانتین جاری و قاطعانه رعایت شود. در این یادداشت آمده است کشورها می توانند بغیر از این چاره‌های دیگر به مثل بستن مکتب و دانشگاه‌ها، کار از خانه به حد اقل کاهش دادن نقلات جمعیتی را بررسی نمایند. در تاجیکستان هرچند بعضی از چاره‌بینی‌های ادانه و عمومی را لغو کرده مسجدها را بستند اما مکتب و کارخانه‌ها مثل معمولی کار می‌کنند. مقامات انتظامی نویه فرخور یک جوان 22 ساله را با گمان آتش زدن بینای دادگاه نویه بازداشت کرده است، اما نزدیکانش باور ندارند که او در این کار دست داشته باشد. یک منبع از مقامات انتظامی تاجیکستان که از رفت تفتیشات آگاه است در صحبت با رادیو ازودی گفت که بینای دادگاه شب 11 و 12 اپریل آتش زده شد. این منبع افزود حالا در این کار همچون گمانبر محمد رجب سفرов ساکن 22 ساله دهه درقد جماعت درقد بازداشت است. مقامات میگویند که
در این سوختار چیزی ضرر ندیده است و سری وقت پاسبان آگاه شده و به خدمات آتش نشانی خبر داده پیش روی سوختار را گرفتند و ضرر تقریبا 1000 سومونی را تشکیل میدهد. حالا مقامات علیه محمد رجب سفرов بر اساس ماده 255 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی قصدا نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده جنایتی شدند و از روی این اتهام به او از 21000 سومونی تا 52000 سومونی جریمه و یا تا 5 سال محرومی از آزادی تهدید میکند. منابع رادیو آزادی از مقامات انتظامی منطقه گفتند که پرونده محمد رجب سفرов 22 ساله را دادستان فرخار پیش میبرد و خود او در بازداشتگاه موقتی شهر کلوب نگاه داشته می شود. مقامات ولایت شمال و شرقی لبوب ترکمنستان به ساکنان محلی استفاده آب عموددری را منع کردند تا به گفته آنها از سرایت کرونا ویروس جلوگیری به عمل آید. در ترکمنستان رسما از یگان حادثه کووید 19 اطلاع نرسیده است ولی شاهریان با اشاره به کمبود شفافیت و واسطه های اخبار عمومی مستقل به گزارش های حکومتی با شبهه می‌نگرند. در چارچوب چاره‌های محدود کننده ماهیداری و صید پرنده های ساحل های این رود برای غذا منع شده است. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد که مقامات محلی به ساکنان دستور دادند که از شستن دست در این رود و دادن آب به حیوانات خانگی خودداری کنند. کسی را که هنگام ماهیداری بازداشت نمودند به کرانتین می‌فرستند. مقامات تفصیلات ندادند ولی اصرار می‌ورزند که هدف از این اقدام جلوگیری از کووید 19 است. جای یادآوری است که یگان حادثه سرایت کرونا ویروس از آب دریا و یا آب در طبیعت بوده ثبت نگردیده است. بانک جهانی گزارش داده از پول مهاجران که به کشورهایشان میفرستند سال روان از سبب سرایت کرونا ویروس 20% و یا 445 میلیارد دلار کمتر خواهد بود. بانک جهانی 22 اپریل در قرارگاه شهر واشنگتن گزارش نشر نمود که بر پایه آن کرانتین و گوشه‌نشینی در کشورهای ثروتمند باعث می شود که مهاجران کاری از کشورهای کم درآمد و میانه حال شغل خود را از دست داده به وطنشان کمتر پول بفرستند. در همین گزارش تاکید شده است که کاهش ارسال پول مهاجران به ممالک اروپا و آسیای مرکزی 27.5% را تشکیل می دهد. در گزارش تاکید شده است که مهاجران بی‌مشغولیت به خانه هم برگشتن نمی توانند زیرا بسیاری از کشورهای مرزهایشان را بسته و رفت آمد نقلیات را متوقف کردند. یک ساکن ولایت سوخت شکایت دارد که پسر دانشجویش فروخجان زاکیروف را ابله کرده با فشار از او بیانات گرفتند. این واقعه روز 16 اپریل رخ داده. فردایش والدین جوان از دانشکده اقتصاد و سودای شهر خوجند معلومات نامه هم آوردند که پسرشان دانشجو است اما او را از کمیسریت حربی ولایت سوخت رها نکردند. برعکس به گفته والدین فروخجان زاکیروف در زیر فشار از او بیانات گرفتند که می‌خواهد با خواهش خود از دانشگاه خارج کند تا به خدمت حربی رود. نادر خان جلالوف دکان فاکولته تجارت، فعالیت گمرکی و حقوق دانشکده اقتصاد و سودا که فروخجان زاکیروف در شعبه روزانه آنجا تحصیل میکرد گفت به این دانشجو کسی فشار نآورده است و او با خواهش خود از دانشگاه رفت. اما والدین فروخجان زاکیروف میپرسند که فرزند آنها چگونه با خواهش خود عریضه خارج شدن از دانشگاه را مینویسد در حالی که به انجام تحصیلش همگی 2 ماه دیگر مانده بود. اکنون قضیه را دادستانی حربی ولایت سوخت تحقیق میکند. دفتر آزادی‌های شهروندی که به مسئله حفظ حقوق دعوتشوندا و سربازان مشغول است میگوید در دعوت بهاری یک شکایت دیگری دریافت کردند که دانشجو را به کمیسریت آورده یک روز بعد فرمان خارجش را صادر کردند. بینندگان عزیز اگر میخواهید که تفصیلات این و دیگر خبرها را بخوانید پس به سامانه ما بروید زیر نشانی www.ozodi.org و همین گونه نوارهای رادیو آزادی را میتوانید در Ozodivideo کانال مستقیم ما در یوتیوب آزادی که در یوتیوب است و حالا شما از آنجا ما رو تماشا دارید ببینید. و اگر نواری دارید که میخواستید برای ما بفرستید لطفاً با رقم های 420 724 056 681 برای ما ارسال کنید. تنها همین را یادآور میشوم که بینندگان عزیز به هنگام ثبت نوار لطفاً وقتی که شما در آن نوار حرف میزنید از الفاظ قبیح استفاده نکنید تا اینکه ما بتوانیم این نوار رو در یوتیوب یا اینکه در برنامه خبری پخش نماییم و همچنین بگویید که این نوار کی در کجا و از طرف کی ثبت شده است. البته این نوارها برای خود ما لازم هستند. و اکنون چون همیشه از قرب اسرار خارجی برای شما در پایان صحبت معلومات میدیم
بانکی از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است $1 سومونی و 24 درم است. یک یورو کمی بیش از 11 سومونی ارزش دارد. امروز قربی 1000 روبل روسی 132 سومونی و 20 درم تعیین کرده است که نسبت دیروز تقریبا 60 درم کمتر می باشد. سپاس میگویم از همراهی شما بینندگان عزیز که در این چند دقیقه ما رو تماشا کردید، با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا کردید. ما شما رو در دامی روز بازم منتظریم با خبرهای نو و گزارش‌های روز. تا آن دم روزتان بخیر باشد و برای کار می‌خواهیم.